برام بخون ابراهیم. مگه انقلاب نشده؟ چرا؟ ولی میریم تو اتاق، درها رو میبندیم، پنجره ها رو میبندیم، پرده ها رو میکشیم. منکرت هم هستم. بریم. اون روز رفتیم تو اتاق، درها رو بستیم، پنجره ها رو بستیم، پرده ها رو کشیدیم و من خوندم. حدود 9 ماه بعد خدای دختر بهم داد که اسمشو گذاشتیم زیبا. من الان میرم تو درها رو میبندم، پنجره رو میبندم، پرده ها رو میکشم، میشینم باهاش حرف بزنم، از دلش در میارم. شما تو نیا یا بعد از صحبت من و مریم خدای پسر بهمون داد که اسمشو گذاشتم فؤاد. برو در رو ببند، پنجره رو ببند، پرده ها رو بکش، باش حرف بزن. ما میریم هتل، مزاحمتون نمیشیم. نه ابراهیم، مثل اینکه تو بیهوش شدی، حواست نیست. ببین فقط گفتگو یادت نره. آجون گفتگو دیگه خانه چه فایده‌ای داره؟ فایده داره همون جان، مثل اینکه یاد رفته خودتو زیبا و محصول همین گفتگوی پدر مادرت این پشت در بسته. برو همون جون.